امروز نبرد سرنوشت‌ساز نورماندی در جنگ جهانی دوم رو بررسی می‌کنیم از دیدگاه آلمانیا. نبرد نورماندی و روزدی بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ هستش و مستند درباره‌اش زیاد ساختن. منتها خیلی از این ویدیوها رو قوم فاتح ساختن و قضاوت بعضن یک طرفه و تا حدودی غیر منصفانه شده. تو این ویدیو بدون هیچ دخل و تصرفی این نبرد رو از دیدگاه آلمانیا بررسی میکنیم. در طول جنگ گوبلز یک هفته‌نامه ویدئویی درست میکرد و با نظارت نزدیک خود هیتلر این گزارش ویدئویی رو پخش میکردن برای مردم آلمان. تو این ویدیو خبرنامه شماره 719 که 14 ژوئن 1944 و درست یک هفته بعد از حمله به نورماندی تهیه شده رو میبینیم. من 100% ویدیو رو بدون هیچ تغییری زیرنویس فارسی کردم و تمامی تحلیلایی رو هم که اضافه میکنم دقیقاً مشخص میکنم که بدون هیچ تغییری ببینیم یک شهروند یا یه سرباز معمولی آلمانی اون موقع توی جنگ چه گزارشی از رسانه‌های رسمی آلمان دیده. Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner یه مطلبی که اینجا گزارشگر اشاره میکنه اینه که مسکو و استالین یک فشار زیادی داشتن روی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که زودتر این حمله آغاز بشه و حمله تابستونی ارتش شوروی رو استالین منوط کرده بوده به اینکه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها حمله بکنن. چرچیل اولش گفته بوده که خب ما بیایم پس با هم حمله بکنیم، ولی استالین گفته بود نه داداش، شما اول باید حمله بکنید و من خاطرم جمع بشه که شما تونستید موفق بشین. و 3 هفته بعد از آغاز عملیات نورماندی حمله تابستونی ارتش شوروی که معروف میشه به عملیات بگراتیان رو آغاز میکنه. اینجا خبرنگار اشاره داره به این فشار استالین روی انگلیسی و آمریکایی‌ها که داداش سریع حمله کنیم. und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände im Anmarsch auf die europäische Westküste. Unter gleichzeitigen schweren Bombenangriffen setzt der Feind im Hinterland der Seenebucht starke Luftlandeverbände ab. اینجا خبرنگار میگه که قایق‌های دیدبانی مرزی آلمانی این حمله رو مشاهده میکنن و گزارش میدن. یه نکته‌ای که خیلی خوب متفقین اینجا اجرا میکنن اینه که یک عملیات فریب گسترده رو انجام میدن و آلمانی‌ها میدونستن این حمله انجام میشه ولی نمیدونستن دقیقاً از کجا و چه تاریخی انجام میشه و این حمله کاملاً غافلگیرانه بوده برای آلمانیا و همینطور هم که می‌بینین اینها وقتی فهمیدن که این حمله انجام شده که دیگه این نیروهای متفقین رسیده بودن به خیلی نزدیک خاک فرانسه. راجع به این عملیات فریب متفقین و دستگاه اطلاعاتی و کاری که پشت شده توی ویدئوی نبرد نورماندی مفصلا صحبت کردیم. اگه دوست داشتید بریم اونجا نگاه کنیم. Deutsche Vorpostenboote nehmen die Annäherung der feindlichen Einheiten auf und geben die Meldungen weiter. Batterien schwerer und leichter Flak bekämpfen Bomber und Luftlandeverbände. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht.
steigen aus dem Dunkel auf. Stoßtrupps der Infanterie bei der ersten nächtlichen Berührung mit aus der Luft gelandeten Gegnern. Vorpostenboote geben die Meldung, dass größere Schiffseinheiten sich der Minensperre nähern. An einigen Stellen der Atlantikfront treten schon jetzt die schweren Kaliber in Aktion. Die gesamte Abwehrfront ist im Alarmzustand. Schnelle Einheiten der deutschen Kriegsmarine setzen zu nächtlichen Gegenstößen an. Volltreffer. Der Tag hat begonnen. Im Morgengrauen tauchen aus der Kim in der Seenebucht die Massen der angloamerikanischen Invasionsflotte auf. Mit einer Fernkamera hat der Kriegsberichter unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppen und Material. Abwehr aus allen Rohren. Breitseiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. اینجا گزارشگر آلمانی راجع به حمله نیروهای متفقین به دهانه رودخانه اورن گزارش میده. منظور اینجا شمال تا شمال شرق شهر کائن هستش، تو شمال فرانسه. تو ویدئوی نبرد نورماندی دیدیم که این یکی از اهداف بسیار مهم متفقین بود توی روز اول، که اینا هدفش این بود که شهر کائن رو تو روز اول تصرف بکنن. منتها آلمانی‌ها مقاومت خیلی سنگینی میکنن و 1.5 ماه طول میکشه تا شهر کائن سقوط میکنه. همینطور دیدیم که چند تا تانک تایگر تونستن حملات متعدد نیروهای متفقین رو شکست بدن. تو ویدئوهای حمله به نورماندی دیدیم که نیروهای آمریکایی و انگلیسی اومده بودن، چند تا ساحل رو شکسته بودن به چند ناحیه و هر ناحیه اسم رمز خودشو داشت. این ناحیه که این خبرنگار آلمانی گزارش میده به عنوان دهانه ورودی رود اورن توی ساحل سورد بوده که مسئولیت حملش با تیپ 3 پیاده بریتانیایی بوده. این نیروهایی که اشاره میکنه خبرنگار آلمانی نیروهای این تیپ هستن به فرماندهی جنرال تام رنی. این داداشمون تام رنی فرمانده این تیپ از قضا 1 هفته بعدش توی همین حمله مجروح میشه و برمیگرده به خطوط پشت جبهه. مداوم میشه و مجددا برمیگرده به خط مقدم و جالبیش اینه که 10 ماه بعدش توی مارچ 1945 توی حمله انگلیسی‌ها توی رودخونه راین آلمان اونجا کشته میشه. An Land gehende Truppen und Panzer werden sofort mit Pack, MG und leichten Geschützen bekämpft. An vielen Stellen kommt es schon hier zu erbitterten Nahkämpfen, die den Feind blutige Opfer kosten.
Landungsboote. Ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. Tote und Trümmer am Strand. اینجا خبرنگار آلمانی به نبرد سنگین در اطراف شهر کائن و بایو اشاره میکنه. راجع به شهر کائن صحبت کردیم و شهر بایو یک شهر کوچیکی دیگه هم هست توی این ناحیه. این شهر افتاده بوده توی قسمت ساحل گلد، یکی از این دیگه سواحلی که متفقین تقسیم کرده بودن، و تیپ 50 پیاده انگلیسی مسئولیت این عملیات رو داشته. Ein Waldgebiet, in dem der Feind Tausende von Luftlandetruppen abgesetzt hat, wird eingekesselt. اینجا خبرنگار اشاره میکنه به یک گلایدر انگلیسی که خورده زمین. یه حرکتی که انگلیسی‌ها زده بودن، یک گلایدری ساخته بودن به نام هورسا وسطای جنگ. این داداش اون هستش. این خاصیتش این بوده که دیگه کلی خرت و پرت شما میتونستی بار این بکنی، اینو با یه هواپیما خرکش میکردن میآوردن و در واقع عوض اینکه با چت بپرن، این گلایدر رو خیلی میآوردن اون نزدیک و ولش میکردن به امان خدا که این بیاد بشینه و بعد نیرو و تجهیزات ازش پیاده بکنن. وسیله جالبی بوده، اینو بیشتر از چوب و پارچه و اینا ساخته بودن، خیلی ارزون بوده و میتونستن باهاش یک جیپ بذارن توش کلی تجهیزات و نیرو بذارن و خیلی کمک میکنه به عملیات هوابرد. فقط اشکال این داستان این بوده که اینا خیلی زپرتی بودن و هدایتشون خیلی مشکل بوده و خیلی از اینا معمولا موقع فرود معمولا میترکیدن و کلی هم تلفات ایجاد میکنه برای این نیروهای هوابرد. گزارشگر آلمانی میگه که این گلایدر خورده به درخت، احتمالاً موقعی که داشته فرود میومده یارو دیگه خلاصه این ور اون ور کرده، نتونست و هرت خورده تو درختا. یه نکته مهم دیگه هم راجع به گلایدرها که داداش نگردار این ویدیو رو نگردار، یه لایک بکن. یوتیوب میگه که فقط 3-4% مخاطبا یک مالشی با دکمه لایک میزنن. میدونین که ما اینجا دست به قضیه نشستیم ببینیم کسی لایک میکنه یا نه. دمت گرم، را بنداز. همینطورم یه تشکر مخصوص از فروزان ستوده، میثم رضایی، امیر، مهدی، مازیار، کامبیز، مرید، آدریان، مهدی، سعید، آرمن و بقیه که حال مشتی دادن و از کانال حمایت مالی کردن. یوتیوب یه قابلیتی به نام تانکس داره که با کارت اعتباری خارجی و حساب پیپل میتونین حمایت مالی بکنین از کانال که راه نفس باز بشه و بشه بیشتر رو تولید محتوا وقت گذاشت که هی 6 ماه ما ویدیو نذاریم که همه برابچ شاکی هن. این یه شو یه نفره است و همه کارهای تحقیق و تدوین و ادیت و غیرش با منه. اگه امکانشو دارید معادل چای قهوه چیزی مهمان کنید ما رو که بشه بیشتر رو کانال کار کرد. پیرشی جوون خیلی حرف زدم، برگردیم به این داستان گلایدر. Segler an einem Baum zerschellt. In den Zweigen hängen Fallschirme. Ein Teil der Opfer. Nach harten Gefechten werden aus dem Waldabschnitt Hunderte von Gefangenen herausgeholt. In ihren Aussagen zeigten sie sich immer wieder überrascht, dass das große Ereignis für sie schon in den ersten Stunden der Invasion abgeschlossen sein soll. Überwältigt und entwaffnet werden sie abgeführt. Sie waren 3 Tage ohne Nahrung und Wasser.
Taschentuch mit eingezeichneter Karte. Der Fluchtweg in die Schweiz ist besonders deutlich gekennzeichnet. Ein Landeplatz zahlreicher Lastensegler, deren Besatzungen so schnell von deutschen Truppen gestellt wurden, dass sie sich zum Kampf gar nicht erst entwickeln konnten. einer der vielen abgeschossenen راجع به این گلایدرها و رفتن تو باقالیا صحبت کردیم، ولی یه نکته جالب دیگه هم که اینجا من میبینم اینه که میبینید روی این بال گلایدر یک تعدادی نوار کشیدن، یعنی نوار سفید سیاه سفید سیاه و سفید. یک مطلبی که هستش، مقیاس این عملیات بسیار بزرگ بوده و یکی از نگرانی‌های جدی نیروهای متفقین این بود که این هواپیما رو زرتی با آتش خودی بزنن برای بچه پدافند. به همین خاطر روی اکثریت قاطع هواپیماهایی که توی این عملیات نورماندی شرکت کردن، این علامت سفید سیاه سفید سیاه سفید رو، این نوارها رو روی بالشون و روی بدنشون کشیدن که از پایین بفهمن و خلاصه بچه‌ها نزنن. این داستان در اوج محرمانه بودن انجام شد و فقط 3 روز قبل از آغاز عملیات دستور داده که همه این هواپیما رنگ بزنید و همینطور به پرسنل پناهجویان این نکته رو اعلام کردن. اینجا هم که میبینید یکی هواپیمای آمریکایی CG-4A هستش. این یه هواپیمای ترابری آمریکایی هستش که توی عملیات شرکت کرده تو موزه نیروی هوایی آمریکا. همینطور که میبینید رو بال این داداشمونم همین نوارها رو رنگ کردن که این از پایین زرتی نزنن هواپیما رو. Dieser erhielt unmittelbar vor der Landung einen Flaktreffer in die Fläche. Dieser birgt einen kompletten Funkwagen. Gefangene aus Neuschottland. اینجا روی این دست داداشمون میبینید که نشان گردان یک هوابرد کانادایی هستش. همین اسب پرنده و از این حرفا. گردان یک چتباز کانادایی، یکی از ورزیده‌ترین و بهترین یگانهای کانادایی بودن که حضور گسترده‌ای توی جنگ داشتن. علیرغم اینکه این گردان کانادایی بود، ولی این متصل شده بود به هنگ 3 هوابرد انگلیسی که اون هم زیر مجموعه‌ای بودش از تیپ 6 هوابرد انگلیس که تو این عملیات شرکت کرده بوده. 27 تا افسر و 506 تا سرباز از این گردان یک هوابرد کانادایی تو عملیات نورماندی شرکت کردند. 367 نفر، یعنی نزدیک 3/4 این توان، کشته و مجروح و اسیر میشن. این عملیات نورماندی ضربه خیلی سنگینی بوده برای این گردان یک چتباز کانادایی و اینها مجبور میشن که یک بازسازی کاملی بکنن این داستان این گردان رو و کلی هم الان موضوع و تشکیلات هست راجع به عملیات این گردان. این برای چیزی هم که اینجا میبینید بازمانده های همین عملیات نورماندی هستن از گردان یک هواپرد کانادایی. Kanadische Fallschirmjäger. Luftlandesoldaten aus dem Norden Schottlands bei der ersten Vernehmung vor dem Abmarsch in die Lager. Anglo-amerikanische Bomber im Anflug. اینجا گزارشگر آلمانی اشاره میکنه به توپخانه‌های پدافند ضد هوایی آلمانی. توی ویدئوی حمله به آفریقا با توپ ضد هوایی فلک 88 مفصلا آشنا شدیم که یکی از مشهورترین توپ‌های ضد هوایی آلمانی هستش. اینجا دیگه خیلی راجع به این فلک 88 یا به قول آلمانی‌ها آخت آخت نمیخوام صحبت کنم. فقط یه نکته که اینجا دیدم و جالبه اینه که یه رسمی داشتن یگان پدافند آلمانیا که وقتی که یه هواپیمایی رو زرتش و قمصور می‌کردن، یک نوار روی لوله این چیز می‌زدن به نشان اینکه این توپ یه هواپیما رو ترکونده. الان همین توپی هم که اینجا ببینید ماشاءالله زده
کلی دک و دهن هواپیما سرویس کرده و کلی نوار روی لوله‌اش هست. خلاص این نوارایی که روی لوله می‌بینین استاندارد پدافند ضد هوایی آلمان بوده برای هواپیماهایی که ترکونده. اینجا گزارشگر آلمانی راجع به بمباران شهر کاین صحبت میکنه که اول ویدیو توضیح دادیم. این همین شهریه که جز اهداف متفقین بوده که روز اول سقوط بکنه، ولی آلمانی‌ها 1.5 ماه اینجا مقاومت میکنن بعد از اینکه این شهر تسلیم میشه. اینجا این توپ ضد هوایی که می‌بینین که 4 تا از این ابولا داره، توپ معروف فلک 38 20 میلیمتری هستش. این مثل فلک 88 معروف نیست، ولی این هم جزء سلاح‌های خیلی مخوف ضد هوایی آلمانی بوده. طراحی و ساخت این هواپیما برای هواپیماهایی بوده که تو ارتفاع پایین پرواز می‌کنن، یعنی این سلاح خیلی مفید بوده برای زدن هواپیمایی که تو ارتفاع پایین حرکت میکردن. از قضا همین سلاح ضد هوایی فلک 38 رو 2 تا این روی قطار خود هیتلر هم بوده، یعنی هر جا که میرفته 2 تا از این فلک‌ها رو قطارش بودن که تر 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 بتونن دفاع بکنن. این فلک 38 هم که اینجا تو تصویر می‌بینید تو موزه نیروی هوایی آمریکا هستش که اواخر جنگ توی آلمان توسط تیپ 2 زرهی آمریکا به غنیمت گرفته شده. Bomberwellen bringen dem andrängenden Gegner laufend Unterstützung. Deutsche Jäger im Anflug auf die Feindverbände. Zeichen schwerer Luftkämpfe über dem angloamerikanischen Landekopf an der Seinebucht. Abschuss eines viermotorigen. Die letzten Flüchtlinge verlassen die von dem Bombardement schwer mitgenommene Stadt Caen. اینجا گزارشگر آلمانی با یه لحن طعنه‌آمیز اشاره میکنه که این متفقین هستن که دارن طعم آزادی رو برای مردم فرانسه میارن و اشاره میکنه به تلفات و بمباران و خرابی هایی که نیروهای متفقین ایجاد میکنن برای فرانسوی ها. خیلی راجع بهش صحبت نمیشه، ولی یک عددی بین 15 تا 20 هزار نفر از غیر نظامی های فرانسوی بر سر بمباران های متفقین توی حمله به نورماندی کشته میشن. این عدد اشاره‌ای نمیکنه به 10,000 فرانسوی که خونه‌شون از دست میدن و آواره و از این حرفا میشن، یعنی نزدیک 20,000 نفر فقط کشته میشن تو بمباران متفقین از فرانسوی‌های غیر نظامی تو حمله نورماندی فقط. Weitere deutsche Eingreifverbände werden zu einem groß angelegten Gegenstoß an den Feind herangeführt. Ihre Annäherung können auch die Massen der angloamerikanischen Bomber nicht verhindern. اینجا گزارشگر آلمانی راجع به رسیدن نیروهای کمکی و ذخیره پنزر آلمانی بوده که این حمله رو از بین ببرن و ادعا میکنه که بدون هیچ مشکلی این پنزرها رسیدن به خط مقدم و یه مقدار اینجا خالی بسته. منتها توی ویدئوی حمله به نورماندی اینو مفصل توضیح دادیم. یک مطلبی که هستش، مارشال رومل خیلی تاکید جدی میکنه به سرفرمانده آلمان که ما به خاطر عدم برتری هوایی که داریم نسبت به انگلیس و آمریکا باید نیروها و تانکامون رو خیلی نزدیک به ساحل بذاریم، چون که خودش به دقت دیده بود که تو آفریقا چه حرکتی کرده بودن نیرو هوایی سنگین انگلیسی‌ها علیهش. منتها سرفرماندهی خیلی جدی نمیگیره و حجم اصلی تانک‌های ذخیره پنزر رو اینا نزدیک پاریس میذارن.
وقتی که این حمله انجام میشه، موج بمباران هوایی متفقین و همینطور خرابکاری نیروهای نهضت مقاومت فرانسه باعث میشه که این نیروهای ذخیره نتونن به موقع برسن. شاید اگه اینا حرف مارشال رومل رو گوش کرده بودن و این تانک‌ها رو لب ساحل گذاشته بودن، میتونستن خیلی عکس‌العمل سریعتری داشته باشن. مارشال رومل رو مکتوب کرده بوده که اگه ما نتونیم جلوی سقوط ساحل رو بگیریم و این نیروها برسن روی ساحل، دیگه بعد از اون کلک ما کنده هستش که خب این پیشبینی درست در میاد. Ihre Annäherung können auch die Massen der angloamerikanischen Bomber nicht verhindern. SS-Division Hitlerjugend im Gefecht. Unterstützt von Flakartillerie werden feindliche Panzervorstöße aufgefangen und Gegenstöße eingeleitet. Brennende Feindpanzer im Hintergrund. In der fruchtbaren Landschaft der Normandie hält der Tod grausame Ernte. Immer wieder werden aus den Feldern und Wiesen Gruppen feindlicher Landungstruppen herausgeholt und gefangen genommen. Amerikanische Panzer vom Typ Sherman. Sie wurden bei einem Durchbruchsversuch restlos zerschlagen. اینجا گزارشگر آلمانی به تانک‌های آمریکایی از نوع شرمن اشاره میکنه. با این تانک به طور مفصل توی ویدئوی حمله به آفریقا آشنا شدیم. لینک همه ویدئوها توی دیسکریپشن ویدئو هستش. حالا خیلی نمیخوایم راجع به صحبت بکنیم، ولی تانک شرمن در مقایسه با پنزرهای آلمانی بیشتر معادل پنزر 4 بوده. در واقع تانک خوبی بوده. این یه توپ 75 میلیمتری داشته و 33 تن هم وزنش بوده. منتها کاری که آلمانیا کرده بودن، اینها تانک تایگر رو معرفی کرده بودن که تو ویدئوی نبرد کورسک بیشتر راجع بهش صحبت کردیم و این تانک شرمن هیچ شانسی در مقابل تانک سنگین تایگر نداشته. چیزی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها متوجه میشن تو این حمله نورماندی، اینا گلوله‌ای که میزدن به تانک تایگر همچین مثل توپ پینگ پونگ وینگ برمیگشته و اصلا به شخمش هم نبوده و تعداد بسیار زیادی از این تانک‌های شرمن رو چند تا انگشت شمار تانک تایگر میتونستن نگه بدارن. اینجا این گزارشگر آلمانی هم اشاره داره به این حملاتی که تانک‌های تایگر داشتن و با این تانک‌های شرمن رو زرتشون رو قمصور کردن. قبل از اینکه ادامه بدیم با تانک تایگر و شرمن، یه توقفی بکنیم برای چای و دستباب و یک حضور غیابی بکنیم. یوتیوب میگه که 49% بچه‌ها همون اول ویدیو رو میپیچونن و میرن و فقط 22% شما انقدر کار درست بودین که تا اینجا ویدیو با من بودین. خیلی دمتون گرم که جز این اقلیت مشتی بودین. یک کامنتی بذار، گزارش یا هر چی می‌نویسی گزارش هم بزن تنگش که من بدونم شما جزء این مشتی‌ها بودین که کامل وقت گذاشتی و بیشتر با هم آشنا بشیم. ایول داری داداش. Amerikanische Panzer vom Typ Sherman. Sie wurden bei einem Durchbruchsversuch restlos zerschlagen. Die hervorragende deutsche Panzermunition durchdringt auch den härtesten Stahl. Durch das hohe Korn fühlt die Spitze, gefolgt von den SS-Grenadieren, weiter vor.
Brennende Panzerwracks säumen den Kampfweg. Überwunden und zusammengeschlagen. So schleppen sich diese drei in die Gefangenschaft. Panzer nach vorn. Auch im Raum von Bayeux treffen die Aggressoren auf einen Widerstand, der ihnen ungeheure Verluste bereitet. In den kleinen Küstenorten toben erbitterte Straßenkämpfe, die unter Einsatz aller Waffen von deutschen Soldaten mit einem heiligen Ernst geführt werden. Der entscheidende Kampf um Europas Zukunft hat begonnen. بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظری بدین اگه از این تیپ ویدیو خوشتون میاد یا نه. لینک ویدیوهای دیگه توی دیسکریپشن زیر ویدیو هستش که اگه دوست داشتین بقیه ویدیوها رو هم ببینین. یادتون نره لایک کنین. تو ویدیوهای بعدی امیرپدیا میبینمتون. مخلصم.